قرار است در عرفه جشن 30 سالگی استقلال تاجیکستان در این کشور یک قانون عفو سراسری قبول شود. برخی منابع نزدیک به مرکزهای مسئول تهیه طرح قانون عفو از حال آن را عفو طلایی نام میبرند. به گفته مصاحبان پایگاه خبری بامداد، این قانون عفو شاید الکی ماه آگوست قبول شود تا محبوسان عفو شده بتوانند 30 سالگی استقلال تاجیکستان را که 9 سپتامبر سال جاری تجلیل می شود در آزادی در کنار نزدیکانشان جشن بگیرند. بنا به برخی حسابها عفو نو می تواند از 15 تا 20 هزار نفر از جمله بیش از 50% از حدود 11 هزار محبوس را فرا بگیرد. این الکی قانون 17 عفو است که در تاجیکستان قبول می شود. منابع نزدیک به تهیه طرح نو قانون عفو می گویند عفو نوبتی طبق معمول محبوسان که سال سنشان از 60 بالا، زنان، محبوسان گرفتار سیل و دیگر بیماری های وزنین را فرا بگیرد. همچنین آنهایی که با جنایت‌های برای جامعه نچندان خطرناک مثل دزدی، قلابی زندان شدند و یا برای اعمالی که از بی احتیاطی سبب مرگ یا جراحت برداشتن انسان‌ها شده است. برای مثال رانندگان گناهکار در صدمه‌ها می توانند مورد عفو قرار بگیرند. منابع بامداد میگوید عفو طلایی می تواند یک عده از محبوسان مشهور را نیز در بر بگیرد. یک منبع بامداد احتمال بر اساس این عفو آزاد شدن حامی شناخته حقوق مهاجران عزت امان و سابق وزیر صنعت تاجیکستان زید سیدوف را استثنا نکرد. منابع بامداد میگوید در برابر عزت امان و زید سیدوف چندی از محبوسان سیاسی از جمله برخی از اعضای گروه 24 پیروان سلفیه، زندان شده های پرونده اخوان المسلمین و آنهایی که برای لایو گذاشتن زندانی شدند مورد عفو قرار بگیرند، ولی آنها احتمال عفو رهبران حزب فعلا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را در شرایط امروزه بعید می شمارند. تا کنون یگان علامت سبکتر شدن دیدگاه دوشنبه نسبت به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به نظر نمی رسد. برعکس موقع‌گیری های کوتاه اندیشانه رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در روزهای مناقشه در مرز با قرقیزستان امکان عوض شدن این دیدگاه را دیگر باره برابر صفر کرد. از این لحاظ فکر نمی کنم که در قانون نو عفو رهبران زندانی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شامل شوند، گفت یکی از همصحبتان بامداد. بار آخر عفو محبوسان در تاجیکستان در تیر ماه سال 2019 به مناسبت 25 سالگی قبول قانون اساسی صورت گرفت. در تیر ماه سال 2020 در پی انتخاب دیگر بارش به مقام پرزیدنتی امام علی رحمان گناه 288 محبوس را بخشید.